دادگاه ولایت سوخت 23 مای سال 2024 قدرتزاده طاهر طالبی سابق رئیس ناحیه جبار رسولوف و سردار کنونی مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت را در صادر کردن سلسله قلابی‌ها و سوء استفاده از وکالت‌های منصبی گناهکار دانست و از حق کار در وظیفه دولتی محروم کرد. اما او با پرداخت جریمه از بازداشت رو گردیده حالا در وظیفه‌اش کار می‌کند و می‌گوید حکم او حالا قوه قانونی نگرفته است و از بالای آن شکایت برده است. طبق اطلاع اگنتی ضد فساد، طاهر قدرتزاده به بار امسال از طرف کارمندان این نهاد بازداشت شده پس از تفتیشات پروندهش به دادگاه ارسال گردید. دادگاه ولایت سوخت قدرتزاده طاهر طالبی را در اساس ماده 247 قسم 3 بند ب و قسم 4 بند 314 کودکس جنایتی گناهکار دانسته نسخه حکم دادگاه دسترس از اپلوش شده است. در اساس حکم دادگاه ولایت سوخت قدرتزاده در مدت 4 سال رئیسیش در ناحیه جبار رسولوف توسط میانرفها از چند منصبدار و ساکنان محلی مبلغ گرفته است. چنانچه در پرونده نوشته شده است در دایره وکالت خود منصب‌های معاون رئیس ناحیه و مدیر شعبه معارف را پیشنهاد کرده است. در حکم گفته می شود که نامبردن ماه سال 2020 از مدیر بخش حفظ محیط زیست ناحیه فراد کریمزاده برای مساعدت هنگام تامین شدن به وظیفه معاون رئیس ناحیه جبار رسولوف $10,000 امریکایی گرفته است. غیر از این در حکم آمده است که قدرتزاده از سلیم جان میر موسینوف برای تعیین کردن به وظیفه مدیر شعبه معارف ناحیه طریق میانرفها $5,000 گرفته است. اما معلوم نیست که پس از بازداشت قدرتزاده نفران مبلغ داده وظیفه گرفتند یا نه. دادگاه پس از آموزش عیب اعلان شده قدرتزاده را گناهکار حسابیده با حکم دادگاه به پرداخت جریمه در حجم 250,000 سامانی عهده‌دار نموده و 5 سال از حق کار در اداره‌های حکومتی محروم کرد. ولی با گذشت قریب 1 ماه او حالا در وظیفه سردار مؤسسه دولتی اداره خواجگی راههای اتومبیلگرد ولایت سوخت کار می‌کند. او ضمن یک تماس کوتاه تلفنی با از پلیس گفت حکم قوه قانونی نگرفته و از بالای آن به زینه بالایی شکایت برده است. از این لحاظ در وظیفه کار می‌کند، در حالی که طبق معیار قانونگذاری حکمی که دادگاه ولایتی صادر می‌کند در صورت شکایت از بالای آن هم قوه قانونی پیدا می‌کند و باید اجرا کرده شود. یادآور می‌شویم که در نشست مطبوعاتی سال 2023 مقامات ضد فساد ولایت مثال‌های ضد کروپسیونی را از اداره‌های گوناگون ناحیه جبار رسولوف به ژورنالیستان دسترس کرده بود. در اساس این معلومات آماری تنها در سال 2023 در ناحیه جبار رسولوف 33 جنایت کروپسیونی به خرج گرفته شده است. طاهر قدرتزاده 24 ینور سال 2024 از وظیفه رئیس ناحیه جبار رسولوف آزاد کرده شد ولی زیاد بیکار نماند و خیلی زود به وظیفه روغنی سردار اداره راههای ماشینگرد ولایت تعیین شد.